خب گایز ستارین خیلی خوش اومدین که به پارت جدید از ویدیو جدید لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بریم سراغ ویدیو. در ضمن یه بازی آوردم از گرد جهنم استیم، یعنی تو گرد جهنم استیم هم نمیتونی اینو پیدا کنی. این بازی یه لول از جهنم خودمون جهنمی تر، خیلی بازی سمی ولی پرجزئیات. درباره معماری زندان، اسم فارسی بازی معمار زندانه، به اسم انگلیسی هم میشه پریزن آرشیتکت. خیلی بازی خفنه، رو هر سیستمی هم میان رده ولی خیلی پایین هم اجرا میشه. یعنی بری کامپیوتر لال شدن یه لحظه، کامپیوتر گلگرک میرزا رو بیاری اینجا میشه روش نصب کرد. 1 گیگ هم هش نمیخواد، کلا 700 مگه 700 مگه بازی. خیلی بازی خفنیه. آقا بریم سراغ ویدیو، بریم سراغ بازی. اینجا داریم یه زندان جدید. اینا عکسایی که میبینین اینا آره اینا گنگا چی میگم بهش، DLC هن اینا همشون. اینن DLC پرفکت استون. آها نه بارون DLC. حالا تا حالا تو بازی DLC بارون دیده بودی؟ خب بریم. اینا یونیفرم زندانی ها، اینا زندان مردونه موجود 100% مردونه. یه دستی بلکلفته قاتل بالفطره. اینا هم واردن ها، رئیس زندان ها. اینا رو دقت کن، اینا هر کدومشون یه باف دارن. اینا هر کدومشون یه بافی دارن. مثلا من اینو چون میخوام زندان رو به سمت چیز ببرم، بیشتر زندان روانی و خفن اونو ببرم دیاره. اینا من دکتر اسلاگ ورس، حالا داشت اسلاگ ورس اسم یه نوع تیر شاتگانه. اسلاگ ورس نه اسلاگ، خود اسلاگ یه نوع شاتگانه، تیر شاتگانه. کاملا طبیعیه. اینا هم سگای نگهبان دیدین سگا اونا به فنو برمیدارم. فن نه اینم DLC گنگه. این گنگا خیلی خفنن، میفتن به جون هم، شورش میکنن. نه بعد ما باید از هم جداشون کنیم. خیلی خفنه. اسنو باوند من میذارم، این تایپ پیلوتمو میذارم. آندیدم لو میذارم. تروپیکال فیوه اوکی. های زیاد جنگی خفن. لو اسنو پایلوت داینامیکم لو میذارم. این پیسایچ وارد نمیدونم چیه، ولی هر چیزی ربطی داره به زندان روانی. پس این خیلی خوبه، این گزینش جالبه. خب بریم دیگه سراغ ویدیو. بچه هایی که پریزن بریک رو دیدم، فرار از زندان، حتما ریدم. آره ریدم، بله ریدم. نه خریت نسبی هم نه خریت محض، یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری، اصلا مصدری معنی بعضی گزینه ها رو آن نکرده بودم. خب بعد از درست کردن گافی که دادیم اومدم. خب یکم زمینش یه جوره ولی داداش خیلی آره اون بزرگ وقتی بزرگ میکنی یکم باگ میشه. خب آقا گفتم دیگه، برای بچه‌هایی که پریزن بریک، فرار از زندان، مایکل اسکافیلد رو دیدن، حتما
حتما تو کامنت ها بنویسن پریزن بریک رو بنویسن. اصلا میخوام اسپم کنید، همینطور آپارات بنمون کنه. کم بد نیست، خیلی بد محیطش. من فکر میکنم خیلی خفم. من میخواستم شبیه اون زندانهای روسی بسازم وسط برف و بوران، ولی انگار که ریدیم. 2000 years later. بعد 1 ساعت زوم کندن اینو دیفالتشو گذاشتم دیگه. واقعا دیگه بریم سراغ ویدیو. بعد 1000 بار خب فاوندیشن میزنیم. ببین میخوام یه زندان بسازم از دور که میبینی پشمات بریزه. آره 8 فاصله میدیم، 8 فاصله میدیم. همینو میام یه 25 در 40 میندازم اینجا. آها اینو میدونید چرا زدم؟ چون اینو میخوام لارد زیل دور بزنم اینجا رو. آها اینا هم پاک میکنم. میدونید چرا؟ اونو از اونجا زدم که این وسطش در بیاد. ببین من میخوام همه چیو برات توضیح اینم یکم خیلی پیچیده است. خیلی بازیش یکم از یکم به خیلی پیچیده تره، برای یکم درست نیست. ببین تا 5 تا میکشم، بعد رو 4 تا میگیرم، چند تا ببینم در میاد. یالا ببین 4 تا 4 تا این با اندازه زندانمون باشه. بله مرد. این خیلی خوب شد. اینا رو زندان میکنیم، اینا رو هم برای زندانی های یا میکنیمش چیز زندانی های روانی، یا میکنیمش میتونیم انفرادیش کنیم. نه انفرادیش نکنیم، چیزش میکنیم اسمش یادم رفت. معمولی دیگه سلول میکنیم اینا رو، سلول کوچیک. اینا رو میخوام تخت چند نفره بندازم توش، ملت بلولن تو هم. حرف خوبی نبود و خوب نیست ولی خب ملت توی همدیگر ها نه چیز لیدر دست جمعی بخوابن. آره این کلمه درستی، دست جمعی بخوابن. آها اینجارم مجبوریم اینطوری بزنیم برای سلول انفرادی. اینا رو میزنم برای سلول انفرادی. این اولشه اینطوریه ها، یکم که زندان را بیفته خفن ترش رو میزنیم 100%. یه زندان اونور سویل همون انفرادی یه ور دیگه، تو هم نباشم. میدونید تو هم رو دوست ندارم، خیلی خفن و حال مشتی میخواد. درست اندازه شد برگام، یعنی خدا میکردم که اندازه شه. برعکس 5 6 7 8 9 10 11 12 13 داشت.
دقیقا از شانس من باید 13 تا باشه. دقیقا 13 تاست. آها اینجا رو چیز میکنیم، اینجا رو در میزنیم به شاور روم. آره اینجا رو چیز میکنیم. نه ریدم. این تا یادم نرفته بازیش برای موبایل هم هست ولی اینطور DLC و خفن نیست، یکم در حد ساده برای یاد گرفتن بازیه. به نظرم خیلی سیستم گودی هم نمیخواد، با یه لپتاپ عصری گلگلک میزان میشه اینو بازیش کرد. 1 گیگ هم نمیشه، 700 مگیناست. آره 700 مگیناست. خیلی بازی جذابیه ولی آره حوصله میخواد دیگه یکم. اگه دیدم شما ویوورای دیگر طلا آها این بازی رو دوست داشتین زیاد میریمش، دوست نداشتیم مجبوریم دیگه ول کنیم دیگه. تو کامنت ها اون نوشتن پریزن بریک هم یادتون نره، اون خیلی مورد قدرت ارتش پروفسوریان رو نشون میده که ارتش پروفسوریان خیلی قویه. خیلی دارم پیچیده و بزرگ میسازم و گوه اضافی تر از دهنم دارم میخورم، اینقدر بزرگ دارم میسازم. این اولش خیلی باید چی میگم بهش تلاش کنی. من اینم استوب بزنم تایمو. زیادم دکمه نمیخواد، با همین یه موس اینو میذاری همین بازی انجام. یه کیبورد هم نمیخواد، یعنی چیزی باشه که یه مانیتور صفحه باشه که ویندوز رو بکشه 700 مگم روش حافظه باشه این بازی رو میتونی کلن هم 3 مگه گرافیکش خیلی گرافیک زیاده نداره، خیلی خفنه. اونایی که اهل معماری و مهندسی هم خیلی میتونن این بازی رو. من بازی جذابی هم هست، خیلی خفنه. فونداسیون میریزیم، فونداسیون فونداسیون فاندیشن، فونداسیون سیمانی میندازیم اینجا. خب بروتم کار کنم ما از به قسمت استاف کارکنان مشغول کاره. بودزم نمیرسه، میدونی بود زم نمیرسه، زد بودم هم نمیرسه. چندش خیلی دارم علکی ادامی آن اویابل که نه 100% هر روز 10 تا میار پر دی. آره 10 تا بیاره بس. زندانی ها رو هم بیارم نمیدونم کجا میتونم، خیلی آروم دارن کار میکنن. آقا یه کاری کنیم، میخواین کجا رفت؟ آها موسم میبینیم موسو اینطوری بزنیم. یه کاری کنیم خاطره هم تعریف کنیم این لابلا، چون واقعا خیلی خسته کننده میشه. یه سال طول میکشه ولی ببین من یه جایی رسیده بودم یه بار یه زندان ساختم حیف شکست خورد، اینقدر چیز کرد شورش شد روی خون ساخته بودمش رسما. تموم شد به رحمت خداوند عالمین رفت. میدونی یه بار یادمه آجی خاطره خیلی سمه، یه بازی داشتم بازی میکنم آنلاین بود، اگه خواستی اون بازی هم میریمش تو برا موبایله، البته برا پی سی هم هست رایگان هم هست، تو اگه تو استیم بخواین دانلودش کنین خیلی بازی خفن. دلتا فورس اسمش. ای خدا ای خدا خیلی دارک.
بازی میکردیم، بعد یه مودی داشت الان هم هست، ویکتوری ووت. بعد عین تقریبا بازی اسکواد برای پی سی و اینا رو کنسل کن. ابجکتیو زود باش زود باش زود باش. دیمون ریدیم. باید سیزش کنم من. سرور خاورمیانه بود. سرور خاورمیانه بود. منو هم زبط میگم بهش، انگلیسی صحبت کردنم گرفته بود. بعد چون رای گیره میشد دیگه، یک به عنوان رهبر انتخاب میشد. فکر کنم بتلفیلد هم یه دونه بتلفیلد یادم این قابلیتو داشت. منم که فرمانده شده بودم، زومم گرفته بود جنگی. زو خیلی بد گرفته بود هم. بعد من چی میگم بهش، بعد من انگلیسی صحبت میکردم. گایز رادیو اتک 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 گو گو گو. یکی میکروفونش رو باز کرد بهم گفت داداش سرور خاورمیانه است، فارسی تو صحبت کن. ببین یعنی خیلی بد زایه شدم، خیلی دارک بودون. اصلا آبرو شرف برام نموند. یعنی ببین طوری گیواب کردم از بازی، یعنی طوری گیواب کردم که نه داداش تو نه. آره طوری از بازی گیواب کردم که خودم نفهمیدم چطور گیواب کردم. خیلی بد ضایع شدم، یعنی یه سمون سمومی بود. بعد اینم پلن تو بازی خیلی خوبه برای اندازه‌گیری و همین کارا. خیلی خوبه نقشش رو بکشی بعد بسازه، خیلی بصرفه تر، چون میبینی یه دفعه ریدی، برینی هم دیگه تمومی. آره دیگه بعدش آره داشتم میگم. یعنی ببین یه هفته تو بازی نیومدم، خیلی دارک بود. ای خدا، ای فضل تو. یکم باید حوصله تو این بازی ها، حوصله نکنین. هی. یه فاندیشن دیگه هم بزنیم اینجا در حد یه 22 در پریزونرا لال شدم. آره اندازش خیلی خوبه. اینذارم برا غذاخوری و این کارا میسازم میکن. لال شدم میسازم. وال اینا چرا کنسل شدن؟ بلاک نشدی؟ ای اینا علکی چرا دارم ویراج. آها پریزونرامم رسیدن زندانیا. یا حضرت فیل. چرا اینطوری؟ آقا من یه تعداد کارگر دیگه استخدام میکنم. یه 30 تا کارگر داشت، واقعا نمیشه، خیلی طول میکشه این ساخت و ساز. یه جا میرسیم میبینی 200 تا کارگر میریزن طوری میسازن، این اولش خیلی مسخره است، چون واقعا یه ساعت باید بشینی. 1 سال بعد اوه اوه. اینا رو میبینی این دو رو من باید بگیرم باز کنم بمیری. آها لارز و یه لحظه لارز دور اومد. بابا بمیری. بابا کلوس کن بابا.
بابا بابا یه لحظه داره میاد. آها لاک تو اوپن رو باز بذاریم. بروبت بریزین پارتی بگیریم. پارتی که چیز اینا رو بذارن، اینا رو بسازن. خب یعنی اگه دقت کنید تایم تو نهایت سرعت 4 برابر تایم همینیم. یکم صدای بازی زیاد نیست و کم این چرا اینطوریه؟ خودش مرتی که اخراجت میکنه. نو بریک، آن بریک، پرم اخراج میکنه. 2 تا زاتون استخدام میکنه. یک ایرانی هیچ وقت باخت نمیده. برادران اگه بسازین خیلی خوب میشه. فقط من الان یه کاری کنم. من دورز اینو اینطوری میزنم. خیلی به تقارن این چیزا عجیب اهمیت میدم. اصلا با تقارن شوخی نداریم. اصلا با بشری به نام تقارن شوخی ندارم من. ایریا خیلی صدا بازی کمه حس میکنم. نه ای. آها یه لحظه تعجب کردم پشمام ریخت. رسیدیم مکانه باز حاجی. یه لحظه اینجا رو دیدم برگامی گفتم چرا اینقدر بزرگ شده. این دیواراش چون 2 تا فونداسیون رو به هم بچسب طوری دیوار بینش خراب میشه. یه دیوار بکشی درست میشه. خیلی زودم درست میشه. دیمولیش ابجکتیو من باید تو قسمت این فونداسیون این اوتولایت رو بردارم که اینا لایت نذارم. بمیریم. خب آهان لاک اوپن. خب الان تو برای چی داری میری؟ آها خب برای چی داری؟ آها زود قضاوت نکنید. میبینید زود قضاوت نکنید. لاک تو داداش. خب آمبریک چیه مرد؟ هر کس ببینم آمبریک اخراجش میکنم. به نشان الاعتراض ویزیتور. این تیکم هم داره میاد میرسه. تیک زندانی. بابا نه آمبریک نکنین دیگه. نمیدونم آمبریک یعنی چی. فکر کنم استراحت دارم میکنم اون زمان. اینقدر چرا ظلماته حاجی. ایوه نگم چرا اینقدر ظلماته. ظلمات مظلومیات. خیلی دارم کر میریزم خودم. دقت کردم دارم کر میریزم. اینجا اتاق نیرو میکنیم. اتاق جان پروتکتور cable that disrupt electricity around the base will be resistant to damage and جالب بود. این بهتره. این پروتکتد این کلا قیمتش 10 تاست. این کابل معمولی برق. این 100% من اینو میذارم. با این شوخی نداریم. ببین با این دیگه شوخی نداریم. اگه اینا رو هم بسازن مردن اینا.
lock to open. چرا این زمان اینجا walls and doors بگو که وسط دارم میسازم. فکر کنم اینجا وسط باشه. الان ضایع میشم. این دوتا وسطه و تمام. دیدی به من میگن پرو مهندس، تو کامنت ها پرو مهندس رو چیز کنی، کامنت کنی. من اینو پاک کنم، آها یه لحظه باک شد پشمام. خب آقا بسازین. آها ساختم. هیچ وقت زود قضاوت نکن. وایت تایل، کاشی سفید، دیوار کاشی سفید. اسمش کن. آها قیمتش 90 تا 35 ایران. فلور وایت تایل میذاریم اینم. نه اینجام یه دوره تو دورز این ریموت دور میذارم، ولی این ریموت دور کار نمیکنه. چرا؟ چون تو اوتولیتیز وایرینگ اینو باید باز کنم، دور ریموت رو باید باز کنم. چطور باز میکنم؟ تو این ریسرس ها که بستن هنوز برا من، اونو باید آنش کنم. اینو میبینیم میذارم دیگه، نمیتونم بازش کنم خودشون، باید اینطوری بزنم باز بمونه که اینم خیلی یکم خطرناک. پاور استیشن، اداره برق. حالا اداره برق هم نمیشه گفت. حالا این باید ساخته شه. داداش واتر، آب. اینو همینجا میذارم. هات واتر پایپ، آب گرم، دوش آب گرم. اینجا میکشم. آهان چرا زندانم باگ داره؟ اینجا چرا باگ داره؟ اینجاش نمیدونم چرا باگ داره. آره اونجاش باگ داشت. خیلی باگ داشت. پاور مکس پلاس همه اینا رو میذاریم، کابلم میکشیم. اینستال چرا نمیزنی کابلو؟ آها مجبور آقا سگ توش بابا همین بزن. من اصلا نمیفهم کیه دارم میام، دستم بنده. یه لحظه دستم بنده. مشتی میگن دستم بنده. درست نیست آقا، این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجن. بمیری. این از اون
مزاحم تلفنی سمزاست. تا بر نداری گت نمیکنه. آقا چیه بنال؟ ای یعنی چیز بفرمایید. زندانیا جدیدم اومد. استاف یه دونه گارد میسازیم. What؟ واردن دنم میسازیم. بمیری اوپن دور. بانک بید میذاریم. رسما انگار بازداشتگاه عمومیه. یعنی تو این وضع میشه بازداشتگاه عمومی هم زدا. 1000 نه 20 تا زندانی بندایی تو هم بلودن. یعنی زندگی کنن زندگی کنن. بابا بمیری اینو مشتی دست شیطونو بستی. نه بیت فکر کنم از تایم ویدیو داریم میریم بیشتر میشه. خب گایز مرسی که تا اینجای ویدیو بودین. بعد اینم یه دونه شاید بگیرم یه ویدیو دیگه ضبط کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. امیدوارم که هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. اینم آرزوی من به شما. تا دیداری دیگه.